خونه منو میپکنی؟ زارو زندگی تو میپکنم. وایسا الان میام یه کار میکنم تا ابد ترکوندن خونم پشیمون شی. ببین پاپت، خونه باید مثل صاحبش خاکی باشه. برای همینه که خونه رو خاک ساختم همونطور که میبینی. من میرم تو غار کندکاری کنم، برگشتم باید همینجا باشی. خدافظ. دود. خیلی خوب، الان وقت دزدیدنه. پاپت پاشو قراره بریم بهت آب نبات بدم. زود باش. آره پاشو بیا دنبالم حالا. اگه نیای میکشمت. خیلی خوب بیا. ای وای درو شکوندم. زود باش بریم تا نیومده. پاپت برگشتم. کجایی؟ در چرا شکسته؟ پاپت هم نیست، حتما کار استیوه. استیو داری چی کار میکنی؟ نه ببین اونجا بیا پایین، سریعتر باید پاپت رو نجات بدیم. من خودم این کارو کردم. خب چرا؟ ببین هر کاری میکنم نجاتش دادم. نه خیرم، تو خونم رو بکنی، اینم انتقام منه. وایسا هر کاری میکنم 100%. تو رو خدا فقط پاپتو نکش. باشه بس به پارسا ادیتور زنگ میزنی، واسهش گلزار میخونی تا وقتی قطع کنه. باشه انجامش میدم، فقط تو پاپتو نکش. باشه زود باش برو. الان میرم، فقط یه لحظه بذار باش حرف بزنم. پاپت من برمیگردم. حالا برو دیگه، اسکلمون کردی؟ نه وایسا، نصف ضعیفه، تکون نمیتونم بخورم. اوکی وای بود. الو صدا اومد. سلام. تو خراب کردی همه چیز خودت. برو. خیلی خوب، من رفتم بهش زنگ زدم. حالا بچه‌ها چیکار کنم؟ واسه این که بخوای نجاتش بدی خیلی دیره. میدونم که زنگ زدی اما اون باید بمیره. نه پاپت، نه پاپت برو بیرون. زود باش. نه پاپت نمیر. نه استیو ازت یه روز انتقام میگیرم. منتظر اون روزی باش که خودت میمیری. صبر کن. برو گم شو بابا.